احساس کنیم که تاجیکستان یه سرزمین دیگه است که ما میتونیم در اونجا زندگی کنیم، یعنی احساس غربت نکنیم. شما در ایران، ما در تاجیکستان. و اگر بتونیم یک چنین ساختاری رو درست کنیم، قطع و یقین هم شما موفق برنده خواهید بود، هم ما برنده خواهیم بود. هم شما خواهید توانست امنیت رو، سلامت رو و رشد رو در تمام زمین‌ها به پیش ببرید و ما هم خواهیم توانست در همه این زمین‌ها پیشرفت کنیم و رشد کنیم. هماهنگی ما نه تنها در بخش‌های اقتصادی، در سازمان‌های بین‌المللی ثابت شده است. ما از کشور برادر و دوستمون تاجیکستان تشکر می‌کنیم که در اکثر این مجامع بین‌المللی در رابطه با همراهی با جمهوری اسلامی همیشه همراه ما بودن و این قابل قدردانی است.